اگر میخوای افسردگی، حال بد، کاهش انگیزه و انرژی رو در بدن از بین ببری، کافی سطل آب یخ رو امتحان کنید. دوش آب سرد یا حمام یخ باعث میشه 250% دوپامین به صورت طبیعی در مغز تو افزایش پیدا کنه. یعنی همون چیزی که برای انگیزه، اراده، حس خوب لازم داری برای از بین بردن افسردگی. کافیه مقایسه بکنی این افزایش دوپامین رو با مثلا سیگار، مشروب، پورنوگرافی که اونا به این اندازه نمیتونن افزایش بدن و مصنوعی هم افزایش میدن، باعث تخلیه بیشتر دوپامین میشن. سطل آب یخ یا حمام در واقع دوش آب سرد باعث میشه که بعد از 6 ساعت حتی این میزان افزایش یافته دوپامین در بدن باقی بمونه و اگر در یک بازه زمانی طولانی مدت انجام بشه باعث میشه که میزان بیسلاین یا خط پای دوپامین در ذهن تو به صورت کلی افزایش پیدا شه. کافی همین امروز امتحانش کنی. برو دوش آب سرد بگیر. آبش باید اینقدر سرد باشه که برای بدنت شوک حساب بشه، ولی حالا اگر تازه کاری عادت نداری یخ نریز تو آبت و بعدش برو یه کاری رو انجام بده که خیلی وقت ازش فرار میکنی، مثلا نمیتونی سراغش بری. ببین چقدر میزان انگیزت بالاتر رفته برای انجام دادن اون کار و مطمئنم همین امروز میتونی به پایانش برسونی.